حالت سنگ قبر این کار. خدا سرگوش ریدم تو خودم حاجی. یواش من تو فکر خودشم میخندال. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ من سینا هستم و خیلی خوش اومدی به یه ویدیو دیگه از چنل سینا کلاب. بچه ها امروز خودم اومدم به شخصه برای اولین بار بعد از اعتراضات تتلو گوش بدم. ترک یه جوری اوکی کنیدم فیچرینگش با مرژاک. حقیقتش بعد از جریانات مهسا امینی که تتلو یه حرفایی زد و همه میدونیم، من کل آهنگای تتلو از رو گوشیم هم حتی پاک کردم. اصلا کسخل تتلو بودم قبل اون، یعنی آلبوم 78ش اصلا کسخلش بودم، تتلیتی سخت بودم. ولی بعد اون حرفا یکم حقیقتش حال نمیدونم فاز گرفتم یا هرچی، تتلو گوش ندادم. یکی از دوستان گفت این ترکش رو حتما ریاکشن برو جلو دوربین و گوش بده و مطمئنم دلخورید از تتلو رفت میشه. حالا نمیدونم چرا، پس دوست داشتم با هم دیگه بریم این ترک رو بریم ببینیم تتلو چه کرده. بریم برگردیم. آقا قبل اینکه بریم سراغ ترک، لطفاً اگر اولین باره که وارد چنل ما میشید تا آخر ویدیو صبر کنید. اگر از ویدیو خوشتون اومد ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت بذارید، دمتون گرم. اگر هم که ساب دارین بریم ببینیم که تتلو چه کرده و اینکه لایک و کامنت یادتون نره. خب بریم ببینیم تتلو و مرژا چه کردن. کاوراش هم که مثل همیشه تتلویی خفن جالب و بیست. اینکه یه حالتی نمیدونم انگار قبر چیه توشه، اون علامت یینگ یانگ هم اون دوشه هست، اون ماسک روح چیه نمیدونم، میکروفونش هم دستشه و یه حالتی انگار توی اون دستگاه سی تی اسکن و اینا هستش که میخوابه، انگار اینجوری خوابیده و عکس گرفتن. بریم ببینیم چه کرده. 1 2 8 آجون در رو به من یخ کردین. میگم بچه ها چیو دارین که تکنولوژی رو دارین که در حد بنز. داداش بیرون گرما وسط تابستونه. یه تابستونه اینقدر بیرون نیومده نمیفهمید فصل چیه. کیه میکس مسترش؟ مهراجه. آره صداش فهمیدم مهراجه، باز خواستم مطمئن شم. بریم. وسط تابستونه. سرما وجودمو گرفت این که وسط تابستونه. این یکی جنس طعمش یه سرما وجودمو گرفته، برای این سردش بوده. خب بریم. ما وجودمو گرفت این که وسط تابستونه. این یکی جنس طعمش بده ولی خب فازش خوبه. بس که یه لحظه ببینم صدامون کم نیست. صدا اوکی. یه چوسه بگیریم عقب بریم. این یکی جنس طعمش بده ولی خب فازش خوبه. بس که داغونو دائما بیستم که تا این آنگا دارم واسه من میفرستن. آدمو مریضم کردن اینجا همه اونایی که نابغه میکسن. اینو که من خیلی وقت شنیدم تو اینستاگرام. اون موقع پخش نشد، فیتشون کنسل شد. تازه یادم اومد انقدر تتلو دیگه بعد اون جریان گوش نگاه نکردم و اینا پیگیرش نشدم که اصلا یادم رفته بود. اون کنسل شد، نمیدونم چرا کنسل شد. حالا باز برگشتم. مرژاک هم خیلی دوست دارم، خفن مرژاک. شبا رو تختم من منتظر وقتکم، هرکی اومد نزدیک فقط بزنم و سختر کرد. من اصلا حوصله ندارم کیرم تو شورتم دیگه، حتی واسه اون خوشگله دارم راحت چی؟ ندارم کیرم تو شورتم دیگه، حتی واسه اون خوشگله دارم راحت تنو بغض میکنم ولی خندیدن چقدر مشکله برا من. همه جا پر تارن کبوت، حال من چقدر کسشر خرابم. خب اگه اینجوریه که اوکی، میخواین کبوت بازی دراری تار بپیچی دورم، منم میشم کس خار روتیل. بد بودن که هنر نمیخواد، خواهیه واسه اینی که بلند شبی. میگه بد بودن که هنر نمیخواد. واقعا بد بودن هنر نمیخواد، ولی بعضیا هنرمندان دادن. وگرنه که این تن پاره رو میبره. یه کمی حماقت هم بعضی وقتا کار 1 کیلو خایه رو میکنه. یه جوری اوکی کنیدم خدای راست میگه. یه ذره حماقت بعضی وقتا کار 1 کیلو خایه رو میکنه. واقعا راست میگه. یکم دپه، ناراحت کننده است. یه جوری اوکی کنیدم، یه جوری اوکی کنیدم،
جوری اوکی کنیدم. چه نفس سختی داره میکشه، انگار داره با کپسول اکسیژن نفس میکشه یا تو آبه. وقتی دنیا بهم شبی خون زد هیچی خالیم نمیشه ارژاک. شبی خوندن. شاید تنها فرق من و شما این بود که یه ذره کمتر آدم بدی بودم. الان جوریم انگار جنگ اومدم، رد ترکش و گوده رو سر صورتم. چقدر صداش خوبه مرجاک ناموسن. برگردیم عقب. آدم بدی بودم الان جوریم انگار جنگ اومدم، رد ترکش و گوده رو سر صورتم. انقدر نشسته در تو تنم که دردی ندارم موقع تتو زدن. بابا دستگاه رو بردار بیار، چقدر زود تازگی ها خسته میشی. محال درد و تو قیافم ببینی، بزن ما که این سیاتر نمیشیم. بزن پر رنگ بزن، چون الان هم مستم هم چتم. رو صورتم یه لبخند بکش، رو قلبم زب در بزن که من خیلی وقت عشق برید. شاید دار که میگه رو صورتم یه لبخند بکش ولی رو قلبم یه ضربدر بزن، یا حالتی مثل جوکر که همیشه رو صورتش حتی با خون لبخند رو میکشید ولی وجودش نابود بود، کلا داغون بود، قلبش نابود بود، به گا بود میشه گفت. دیدم چون عمق این دنیای زشت رو دیدم، بی استرمونی هم که اس کنیدم. انگار تک و تنها وسط آجی یخ زدیم ناموسن. نوبیلم من نمیزنم ولی ای تو میرقصی. این تو میچرخیم بی جرم و بی وزن. انگار تو خلایی با نه دل بستگی و نه دل خوشی است. یه جوری اوکی یه انگار تو خلاییم، نه دلخوشی از نه دلبستگی. خلا هم هیچی نیست دیگه، خلا هیچی نیست، حتی هیچ هوا هیچی نیست، خلا نور هوا هیچی نیست دیگه، خودتون میدونید. کنیدم، کس نگم. یه جوری اوکی کنیدم، یه جوری اوکی کنیدم، یه جوری اوکی کنیدم. بعد بیت چه ملو داره، اون پیانو رو دین 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 هی میاره آروم، اینم هی داره کارو احساسی و احساسی تر میکنه. یه جوری اوکی کنیدم، یه جوری اوکی کنیدم، یه جوری اوکی کنیدم، یه جوری اوکی کنیدم. من از این زمین چه ناموسا وقتی اینجوری دارم خیره میشم به مانیتور که چیو ببینم، تصویر رو ببینم، تتلو یه جور اینجوری داره نگاه میکنه که واقعا داره تو رو نگاه میکنه، آدم خایه میکنه. اوکی کنیدم. من از این زمین چه کندم، فرکانس همه جوری انه که میده حتی خندت شکنجم، ولی باز ببین چه گنگم. هنو رو پای سایل درست بگو بیاد خود بودا به جنگم که من میگه اصلا چی شد یادم رفت، سگ تو حافظم ریده، حافظم بخوام. هنو رو پای سایل درست بگو بیاد خود ببین چه گنگ انه که میده حتی میگه فرکانس همه انقدر انه که حتی وقتی میخندنم با خندهشون هم حالم بد میشه. خندت شکنجم، ولی باز ببین چه گنگم. هنو رو پای سایل درست بگو بیاد خود بودا به جنگم که من خدایانو کار دارم دیگه نمیان خوردا به چنگم. سیگارتو بگی کنار عوضی نمیاد این دودا به رنگم. یه آدم مادم تعریفش نمیگه، میگه باید برم به جنگ خدایان. او بچه یه انیمیشنی هست نمیدونم دیدین یا نه، میمون شاه یه همچین چیزیه، اونم یه همچین فازی داره، خیلی باحال بود دیگه، از دنیای آدمای فانی کنده بود میرفت با خدایان میجنگید. من خودم یه ید طولا برندم، مثل بقیه بی جریان نبودم که بخوام تو را بگندم. من خودم یه کوه نور، 4 تا تتو آرتیست رو من با سوزن، من تو فکر کسکون بور. من خودم یه معدن الماس، همه خودشم میخنده زدن تو کسچه، فقط تو بار زمین رو دوش این بدن تنهاست. یه جوری اوکی کنیدم، 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 یه جوری اوکی کنیدم. بچه‌ها میدونم ریدم ولی تازه فهمیدم این حالت سنگ قبره این کار. خدا سکتوش ریدم تو خودم حاجی، یواش.
چیه یه حالت مثل سنگ قبره. اینم رید تو تنظیماتش. بابا این چه وضعشه؟ ادیتور سانسور وایستا بریم. خب بعضی نقص فنی بریم سراغ کار. یه جوری اوکی کنیدم، یه جوری اوکی کنیدم. ما زندگیمون بوده میدون جنگ که پام میلنگه مثل تیمور لنگ به دلمون مون یه دفعه حال بده. پام میرنگه اینه تیمور لنگ. واقعا لنگ میزده که بهش میگن تیمور لنگ؟ فکر نکنم. بوده میدون جنگ که پام میلنگه مثل تیمور لنگ به دلمون مون یه دفعه حال بده بگه هرچی که دوست داری مهمونه من. تو چرا پراید سواری بیا اتومات بشین دیگه کلاج نداری. بندازیم تو دل جاده دوتا شات بزنیم یه بلانت دراریم. بندازیم بریم یه جای دور از هر خیابون و هر ترافیکی. یادمون بره جای زندگی فقط نفس کشیدن و تو لحظه ها دیدیم. یکم عوض شه فازمون دست به هر کاری نزنیم واسه پول بیا بریم یه جایی که انقدر حالمون خوبه واسه خوب شدن نیاز به زهر ماری نی. شاید بفهمم چی بلدم بیشتر همه چی از یه جایی که برای خوب شدن نیازی به زهرماری نی. با این اوضاع فاکتاپ همه فعلا همچین جایی در دسترس نیست فعلا. کنتم مهم نی کی طرفمه یکم به خودم بیام ببینم چی بلدم. پسری موج منفی داره منو میبرتم میبینی حالو هوا منفی 20 درجه است. خیلی عوض شده ریختم عقب هرچی لازم نبود ریختم عقب. یه جوری اوکی کنیدم، یه جوری اوکی کنیدم، یه جوری اوکی کنیدم، یه جوری اوکی کنیدم. 8 یه جوری اوکی کنیدم، یه جوری اوکی کنیدم. دیگه بالاخره سنگم که باشی یه جوری اوکی کنیدم. یه وقتایی لازمه یکی گرد و خاک رو تو پاک کن. این طرف که داشت حرف میزد از خودشم یه جوری اوکی کنیدم. یه جوری داشت میگفت که حس بد بودن و تخمی بودن حالشو داشت میرسون. هرچی نمش کردم تتلو هرچند معذرت خواهی کرد ولی خب به هر حال یه حرفایی زد که ولی بازم دمش گرم. خوبه تتلو همیشه خوبه. یه جوری بارونی بیاد نمیدونم خلاصه یه جوری اوکی کنیدم. خلاص. خب اینم از موزیک ویدیو یه جوری اوکی کنیدم از تتلو فیوچرینگ مرژا که تا اینجا 220k ویو خورده بود. حالا ما هم یکی از اون 220k شدیم و اینکه ترک نمیشه گفت که دیگه هایپی بود و فلان بیسار ولی ترک غم انگیزی بود. ناموساً دپ بود و اینکه کاش اینجوری آشتی نمی‌کردم با تتلو. خیلی چی بود احساسی بود ترک و اینکه از حال اوضاع فاکتاپ خودش داشت میگفت و اینا و اینکه واقعا فکر کنم حال اوضاعش یکم به این ترک نزدیک باشه. و به هر حال مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودی. اگه تا اینجا بودی لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره و اینکه لطفاً نمرتون رو به این موزیک اینجا بنویسید. من از 10 ببینید من ترک های دپ و اینا خیلی دوست دارم خب و اینکه شاید به نظرتون زیاد بیاد از 10 این نمره برای همچین ترک که مثلا هایپ نبود و اینا فقط روی خط صاف میره ولی من از 10 8 میدم به این ترک. حالا خودتون هم نمرتون رو بر اساس سلیقه شخصی خودتون شاید اصلا ترک رو دوست نداشته باشین میتونید اصلا 0 بدین. از 10 نمره خودتون رو به این ترک بدین توی کامنت ها و اینکه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید. دوستتون دارم. فعلا.